بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه ساعت 1 بامداد، تاریخ 9 اسفند 1398. اینقدر ملت از کرونا نترسونید. شب جمعه است، حرم شلوغ‌تر از همیشه است. اینم حرم، اینم جمعیت. خاک بر سر اونایی که اعتقادشون تا دیروز این بود میگفتن چای امام حسین شفاست و حرم اهل بیت شفاست و امروز نمیان زیارت کنن. بیا اینم جری. آقا دم انقدر با اعتقاد مردم بازی نکنید. کرونا کشفه در حرم اهل بیت. یا امام رضا قربونتش. سلام علیک یا زامن آخون، سلام علیک یا شمس الشموس، یا انیس النفوس، یا علی بن مرحبا. تمام درار آقا حیدر بوس کرد. باری کلا به این معرفت. بچه چند ساله لیست کرد به چشاش ماری. تمام درار لیست. اگه مریضی میکروبیه تو بدن ما بره، بدن بچه هام و مادرمون بره، زائرین علی بن موسی رضا چیزشون نشه. یکم معرفت همونو ببریم بالا به دستگاه اهل بیت. سالها سر سفره امام حسین. باریک الله و حیدر. مرحبا. تمام درار لیسته. باریک الله به این معرفت. این معرفت ادب و 100 میلیارد نمیشه خریدش، جایی نمیشه گیرش آورد الا تو دستگاه امام حسین.